لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان. قرض گرفته صدقه دادن. موافق تعلیمات اسلامی خداوند هیچ کس را برای انجام کاری که از توان آنها بیرون باشد وظیفه دار نمی کند. این معیار یک قاعده اصولی اسلام بوده در قرآن کریم بارها تاکید گشته است. خداوند تعالی می فرماید هیچ کس به انجام کار بیشتر از توانایی خود وظیفه دار نیست. سوره بقره آیت 233. و نیز فرموده است خداوند هر کسی را فقط به اندازه امکاناتی که به وی داده است وظیفه دار می سازد. از این رو اگر مردم موافق معیار اسلامی صدقه کردنی باشند باید این فرموده صریح و دقیق خداوند متعال را رعایت نمایند. علاوه بر اینها خداوند در قرآن کریم معیار صدقه را نیز دقیقاً معین فرموده است. الله رب العزت در قرآن عظیم الشان فرموده است از تو میپرسند چه چیز را به دیگران ببخشیم؟ بگو آن چیز را که بر زیادی است. سوره بقره آیت 219. در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های حدیث نیز درباره قاعده صدقه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین حدیثی صحیح وارد شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی از شما اگر مالدار باشد باید صدقه را از خودش شروع کند و اگر از احتیاج خودش چیز زیادتی شود باید به اهل عائله‌اش یعنی زن و فرزندانش و خویشاوندان ضعیف نزدیکش بپردازد. اگر بعد از آن هم چیز افزون ماند باید به دیگران صدقه نماید. به روایت صحیح مسلم حدیث رقم 7663. و در دیگر حدیث آمده است پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین صدقه ها آن است که در حال دارندگی داده شود و خود انسان بعد از آن احتیاجمند نگردد. به روایت بخاری حدیث رقم 1337. از این آیات های صریح قرآنی و حدیث های صحیح نبوی معلوم می شود که تنها کسانی حق دادن صدقه دارند که مالشان از احتیاج زندگی خودشان و خانوادهشان و کسانی که زیر سرپرستی آنهاست زیادتی می کرده باشد و تنها از حساب آن مال زیادتی می توانند خدایی و صدقه نمایند. از این معلوم می شود که موافق شریعت اسلامی انجام دادن چنین خدایی و صدقه ها برای مردم کم بضاعت هرگز وظیفه دینی نمی باشد. اما چطور به همگان معلوم است امروزها در تاجیکستان برای برگزاری خدایی های ذکر شده اکثرا از حساب رزق و روزی زن و فرزندان خرج شده بسیاری از مردم برای گذراندن چنین معرکه ها قرض می گیرند و قرضدار می شوند. این است که وضع زندگیشان مشکل گشته با حسرت و کنایه می گویند که مرده خانه زنده را می سوزد. ولی اگر مطابق شریعت اسلامی بگیریم این گونه خرجها و از حساب قرضها گذراندن معرکه صدقه و خیرات نه تنها ممکن نیست بلکه حرام و ناجایز است، زیرا آشکارا برخلاف فرموده قرآن کریم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می شود. از حساب نان دهان خانواده و از حساب قرضها بودن این خرجها آن را از ردیف صدقه اسلامی می برآورد و آن از نظر شریعت حکم و ثواب صدقه را نداشته جبر در حق خود و در حق زن و فرزندان خود می باشد. این جهالت محض و ندانستن اصل تعلیمات اسلام است. از این رو اگر خدایی ها با همین شرایط برگزار شده باشند آنها را معرکه های اسلامی نامیده نمی شود. طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية